رجالون، از بین مؤمنان یک گروه، یک مردهای یک بعضش این عهد رو با پروردگار میکنند. این معنی رو دارد که نه همه مؤمنین چنین یک عهد خاص رو با پروردگار میکنند. اونایی که با پروردگار عبادت میکنن، بنده پروردگار هستن، اینا شامل همه مؤمنینن. اما از بین مؤمنین یک گروه رجالون که اینجا نکره هست، یعنی عمومی گرفته شدگی است، با پروردگارشون یک عهد میکنن و با اون عهد تا به آخر صادق میمونن. اون عهد چی است؟ دیگر این موضوع هست که ما بالا میتونیم فکر کنیم و باید فکر کنیم. از نگاهی من شخصا بنده حقیر این است که این همون عهدی است که و پروردگار وقتی که با یک عده از مؤمنین میبنده که این گروه از مؤمنین در طول تاریخ جدا از عامه مؤمنین برای عدالت و برای کرامت انسانی مبارزه